خب بینندگان عزیز، تماشابینان ارجمند، اشتراکچی نوبتی بازی بردنوک مهرانخان هستند که این زمان مهمانی استودیو تلویزیون و رادیوی تنین گردیدند. خب مهرانخان بگوید که عموما همین سال 2022 میلادی شخصا برای خود شما چگونه سال بود؟ سالی نغز امتحانم را سپردم، مکتب را نغز خوانده ایستادم، خرسند نغز گذشت. خب در صنف چندم در کدام مکتب میخوانید؟ صنف 7 در مکتب 8. کدام فن را بیشتر دوست می‌دارید؟ فن متماتیک، الگبر. در آینده پس از ختم مکتب کدام کسب را انتخاب کردین؟ فارماسیست مستر. یعنی که طبیب شدن میخواید یا اینکه خود همشیره تیپ شدن میخواید، درست؟ عموما همین برنامه‌های تلویزیون و رادیوی تنین را تماشا میکنید؟ بیشتر کدام برنامه برایتون پسند است؟ فایزی سحر. فایزی سحر. خب امروز باوری داشتید که با برنامه ما اشتراک کرده غالب می آید؟ باوری داشتم. کدام سوال بود؟ و کدام سوال پاسخ درست گفته؟ در ارگانیسم انسان چقدر باکتری هست؟ خب 2 کیلوگرم باکتری وجود دارد. ما شما رو با غالبیت مبارک باد میگویم و این تحفه خردکک رو از هیئت گروه ایجادی برنامه‌های تلویزیون و رادیوی تنین برای شما ارزانی می‌داریم. رحمت. مبارک شود. عزیزان دل، بینندگان ارجمند، برنامه ادامه تلویزیون و رادیوی تنین باز هم ادامه دارد، با ما باشید.